سلام دوستان، امروز میخوایم آموزش وصل شدن گوشیتون رو به این مدل دوربینای مخفی که بسیار سخته رو بهتون آموزش بدیم. خب از اول از همش که بهتون بگم باید این کد رو اسکن کنید تا این نرم افزار رو بتونین دانلود کنید. وقتی این نرم افزار رو دانلود کردین از توی فروشگاه هم میتونین دانلودش کنید و همون کدام که اسکن کنید خودش میاد. بعد بازش میکنید. این هم دوربین هم قبلش بزنید تا روشن بشه. یه چراغ چشمک زدن داره، بعد روشن بشه. دوربین چشمک زدن اگه روشن نشد بهترین کارش اینه که توی شارژ به محض این که وصل بشه به شارژ چراغش هم شروع میکنه به چشمک زدن، هم آبیش هم قرمزش. بعد اینجا این به علاوه رو میزنیم، این گزینه ها توی نرم افزار. بعد روی این قسمت اتصال از طریق وایفا میزنیم. بعد اینجا باید این بیاد باز روش میزنیم تا کانکت بشه. برمیگردیم مثل نرم افزار و مستقیم وصل میشه به همین راحتی. میبینیم که به همین راحتی وصله. میکروفونش هم از توی نرم افزار میتونید فعال کنید. 1 2 3 4 الو 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 1 2 3 4. فقط نکته‌ای که هستش اینه که دفعه اول که میخواین نرم افزار رو اجرا کنین که به دوربین وصل بشه باید زبان گوشی حتما انگلیسی باشه. حالا دفعه دیگه فارسی باشه اشکال نداره، ولی دفعه اول باید انگلیسی باشه تا گوشی رو بشناسه. ممنونم از همراهیتون. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ویدیوی بعدی